به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. اولا بر همه شما سلامتی خواهان هستم. بنده تصمیم گرفتم من بعد بهر شما قصه های جالب و شوق‌آور را نقل کنم. اگر که شما آماده باشید ما قصه نوبتی خود را شروع کردیم. در لایحه به جای قبرستان راه کلان باید شود. همه را این خبر نگران کرده است. اهالی دهه خبر دادند که در این قبرستان 20 سال می شود که کسی را دفن نمی کنند. انسان هایی که از دنیا می گذرند و میت ها را عین حال به قبرستان نو گذاشته ایستاده‌اند. همینطور آنها از جهت های دینی فتوا و از اداره های دولت اجازت نامه گرفته کار را شروع کردند و قبرستان بر دیگر جا می‌گذرانند. و قبرها دوباره بیل و لپوتکه را زدند و استخوان‌های مرحوم‌ها را آهسته نقد کرده به قبرستان نو می‌گذاشتند. همین وقت یک حادثه همه را یکباره در حیرت گذاشت. دست کارگران به کار پیش نمی‌رفت، در حالتی که با سبب روشنایی آفتاب و گرمی آفتاب یک قبر زرد شده بود. همان قبر را باز کردند. در همین وقت دیدند که جسد خواب هست، گویا چند روز قبل دفن شده باشد. مردم همه در حیرت می افتند. همین وقت رئیس دهه داد و فیغان کرده می گوید: شما گفته بودید در این قبرستان زیاده 20 سال می شود که کسی را دفن نمی کنند، پس این چی هست؟ گورکا گفت: بله همین طور است برادر. پس این چی هست؟ گفته داد میزد رئیس دهه. گورکا باشد می گفت: رئیس، من از مردنم خبر دارم اما از این جسد نه. رئیس باشد گفت: آخر شما کور نیستید؟ بینید جسد سالم است و حتی که کفنش هم نپوسیده است. گورکاهایی که این حالت را دیدند دست به کار نمی رفتند. مردم همه در حیرت افتاده بودند. همین وقت مرد پیرانسالی به رئیس دهه گفت: بیایید اول روی میت را بینیم، بعداً کی و چی بدانش را خواهیم فهمید. رئیس هم این سخنان پیرانسال را تصدیق کرده گفت: بله شما درست میگویید، باید بینیم. و از گورکا خواهش کردند تا روی میت را باز کند. گورکا که سالها با این کار مشغول شده کارش را پیش می برد، زندگیش را پیش می برد، وقتی دستانش را بر سوی مرده دراز می کرد دستانش می لرزید. چنان که می گویند مرده ها نیز هیبت دارد. درست بوده است. وقتی که روی میت را باز کردند البته انسان های می ترسیدند، به دیگر سو نگاه می کردند و انسان هایی که می خواستند بینند که این چی هست، این چی معجزه هست که در این 20 سال کفن نپوشیده است و جسد چیزی نشده است. هنگامی که شدن چهره میت همه در جای خود شاخ شدند، در حیرت افتادند. این حیرت انگیزها دو نمود بود. یکم جسد جوانی که مانند آدم زنده خواب است و از چهرهش نور نمیان است. او انسان‌هایی که می‌خواستند این چهره را بینند، اما مسافران دهه باشد این چهره شناخته و آشنا به آنها معلوم شد. آنها نیز از این حالت در حیرت افتاده بودند. می‌گفتند سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر. در همین وقت انسان گفت: این فرزند فلانی هست. من خوب در یاد دارم. اگر زنده می بود عین حال 40 سال داشت. این تقریباً 20 سال پیش وفات کرده بود. همسال پسری من است. اما یک بار بعد این مرد پیرانسال گفت: 20 سال؟ مرد پیرانسال گفت: بله 20 سال. و از رئیس دهه خواهش کردند تا جوانهای را روان کنند پدر این فلانی را، پدر این جسد را بیارند. گفتند فلانی پدر این جسد می باشد. دهه از یک جوان خواهش کرد تا پدر این میت را بیارد و برایش چیزی نگوید. جوانها برای آوردن میت رفتند. کسانی که در آنجا بودند همه در جای خود نشسته صلوات استغفار می گفتند. گورکوی که همیشه همراهش سیگار داشت شرم کرد از سیگار کشی
و سیگاری که پس گوشش بود آهسته آن را گرفت و غمگین پرتافت، زیرا قدرت خدا را با چشمش دیده بود. از بین مدتی گذشت. پدر میت را آوردند. پدر که آمده بود، پیرانسالان و رئیس دهه از پدر این میت آمدند. گفتند پدر خود را به دست گیرید، ما به همین کار دست زدیم و میگویند که این جسد فرزند شما هست. اگر که همین طور باشد التماس خود را به دست گیرید. پدر را راضی میکند و به نزد جسد میآورند. همین وقت پدر میبیند که جسد همان پسرش که 20 سال قبل ای را دفن کرده بودند. پدر داد و وای میزند، دوان میآید و عصایش را میپرتاید و جسد را بر آغوشش گرفته گریه میکند، آغوش میکند. میگویند به آسمان مینگرد، میگوید پروردگارا تو خیلی ذاتی بزرگ و مهربان هستی، تو قدرت توانایی هر کار را داری. من نمرده با این پسرم وا خوردم، انشاءالله که در روز قیامت باز وا میخورم و حتی که در جنت. پدر میت گفت ما جسدها را نباید بسیار نگه داریم، زیرا گناه است. و به قبر نو گذاشتند، دفن کردند و حقش ختم قرآن کردند. پس از هنگام همه کارها مردم تصمیم گرفتند تا به نزد این جسد بیاید و از پدرش پرسند که فرزندش چیکار کرده بود، چیکار کردم که خداوند متعال این را شهید گردانیده است که حتی برایش چیزی نشده است. آمدند به نزد همین پدر جسد. گفتند پدر درباره این فرزندت کمی نقل میکردیم، ما این معجزه را با چشم خود دیدیم، میخواهیم که بفهمیم که فرزند تو چیکار کرده است که خداوند اینقدر این را دوست داشته است. پدر گفت بله، پسرم هنگامی که به سن سال بلاغت رسید در 12 سالگی من به او میفهماندم، میگفتم پسرم این خیل میشود، آن خیل میشود. اول و آخر خداوند است، بعدا شاید که این کارهای من باشد. هنگامی در 12 سالگیش نماز را شروع کرد، روزه داشتن را شروع کرد، علم میخواند، قرآن میخواند، حافظ قرآن بود. هر باری که میخواستم به نماز بامداد فرزند را بیدار کنم، هنگامی که به نزد درش میرفتم او میبرآمد میگفت پدر جان صبح بخیر، شما خستید، من به نماز بامداد میروم، شما نیز بیایید. و میرفت پیش از من. هر باری کوشش کردم، تاسفانه این پیش از من بیدار بود و حتی که روزهای میشد من را بیدار میکرد. در زندگیش بر همه خوبی کرد. در 20 سالی زندگیش همیشه خوبی ها را کرد. ترک نماز نمیکرد، روزه را میداشت و همیشه در یاد خدا بود. شاید این عمل هایی که فرزندم را امروز با این معجزه دیدم، شاید خداوند متعال به همان کارهایی که کرده است موافق داشته است. گفتم می نویسد مؤلف.